سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور صحتمند و عافیت باشید. دوستای عزیز، یک صحبتی بلده ما هم ده از ولایت غزنی ولسوالی جاغوری در هرات هم ده همه امرا یک ده بیشت بری نشانی بری که نشانی جاغوری چیز خلاسته خوشبا بره چیزای خاص را یک ده بلده از مدینه. دوستای عزیز بیننده باشین مورا که مو بری نشانی را بگیری باز خندیقه شما دیگه شما سعی کنید که چیز خلاسته چیز خل نیه باز بیننده باشین دیگه تا آخر برنامه را امید که جور و صحتمند عافیت باشین دیگه. دوستای عزیز ما هم انال مرین دیگه شما مور همراهی کن دیگه بریم سعی کنیم که چیز خلاسته دیگه دوستای عزیز انال مرین دیگه سعی کنیم که چیز کنیم ساینی هم از کچه های توحید. دوستای عزیز یعنی هم توحید 13 موترهای که سمت جاغوری مره افق لشکرگاه. دوستایم تالار قصر مله ده دوستای عزیز اینم نشانی رم گرفتیم دیگه مریم کشنیم طرفی خانه دیگه. دوستای عزیز اینم هم در خانه رسته دیگه بخیره اینال سواقاتی ها رو واز نسایل کنی که چیز خلاسته سواقاتی هم بسید بخیره دیگه. کشته جاغوری دیگه هم کشته هم رایک دیگه همه اینی هم بادام جاغوری دیگه کچی مزه دیگه دوستای جایشون خالیه دیگه خیلی جایشون. دوستای عزیز اینیش بهشت واز کنیم که هیچ چیز خیلی ایش یک هم میموره یک ده اینیش دیگه هم میموره. اول که برکنم بسم الله الرحمن الرحیم ایش کسته داری الله راف چی مزه بیدیت چی خم بوخ یا راف یک دوری دیگه هم هسته ببلیشی مچون چیز خیلی اینیش هم که گندم بله دلده ما خیلی دلده خوش دارم دیگه خیلی خوش دارم یعنی با این غذاها دلده خیلی خوش دارم. اینی هم گندم دریو نمتن که تبلیت تمزو تواف تمشه او دیگه هم ازه داره بسبا قطعای کلی کده میتر فامیلی مایده مریضان اینی هم که کشته دیگه اینی همه ما هم کشته سعی کن کشتهش هم خیلی تمیز خیلی سفید یک دره بخورم تایی کنم مزهش چی رخمه خیلی خوب شد. خیلی بامزه دوستای عزیزی هم دوستان امید که جور صحتمند باشید همیشه مورا از صفحه هزار میدیا بیننده باشین. دوستای عزیز چینل یوتیوب از مورا لایک سابسکرایب کن همیشه مورا دنبال کن تا ویدیوهای جدید مو رویه بگیری یا ویدیوهای جدید بلدشون بدیم. بارز پوزیش که ویدیوهای از مو کم دیر میان از خاطری که آب و هوام زیاد خوب نبود دیگه یه دوران اماراتی که اصلا فامید زیاد آدم نمیتونه سو بره دیگه. باز امید که فامید همیشه بادش ویدیوهای نو جور کنم و همیشه شما مور بیننده باشین دیگه. خدا یارتان دیگه دوستای عزیز مور حمایت کنین دیگه. خدا حافظ.